оператор вазорати кори дохилӣ дар занг зада мегӯянд ки сатри тоҷикӣ нестай. сатр дигар давлат омадаги. Апаҷон шумо мусулмон ҳастем? бародар чӣ хеле савол кия? Не ки ман апаҷон намедонам охир рости гавор будем. Ман мусулмон, ман тоҷик. و امروز دیدم که در تاجیکستان بلبل‌ها صدا پیدا کردن و ما مردا خاموش هستیم. ننگ ناموس مسلمانی مرا خاموش نگذاشت. خواهش میکنیم از پارلمان تاجیکستان که این قانون امضا نکنه. انشالله فکر میکنیم که از سخنهای ما رئیس جمهور کمی فکر اندیشه میکنه، نمیگذاره که این قانون در تاجیکستان جاری شود. Я против того, чтобы женщины снимали хиджаб. Я русская женщина, ношу хиджаб, еще не приняла мусульманство. Я хочу принять мусульманство, иншаллах. Я обращаюсь к мужчинам, которые не хотят, чтобы женщины их снимали хиджаб. Не молчите. Это ваше право, что защищать своих женщин. سری لج میکنه کونی لج میکنه ما با آنها کاری نداریم. سطر حجاب این امر الله است، امر خداوند است. هیچ کس نخواهد گرفت و نخواهد این قانون جاری شد. امروز خداوند شما را وظیفه داده، منصب داده که شما برای راست، برای حق دعوت کنین مردم. شما امروز برآوردین قانونی که بر ضد امر خداوند است. آخه این در یگام شریعت درست نمیآید. ای بنده های مسلمان، شما کدام دین کدام مذهب پیروی کرده ایستاده اید؟ ما اطاعت خالق میکنیم، نه اطاعت مخلوق. ما و شما مخلوق های خدا هستیم و خداوند خالق ماست. کمتر از خدا بترسین ای منصب دارو، کمتر از خدا بترسین. به نام الله هر یکی ما شما زود است که پیشگاه الله میریم، در نزد خدا جواب میتیم. به خدا قسم دلم بسوزه، جگرم آب میشه به نام الله. آخه روز قیامت روز سخت ای برادرها، ای خدا بترسین. آخه یعنی که با یک بار دیگر تکرار میکنم که من در یگان گروه ها، گروه 24 نهضت دین اسلام در دیگر کسا در یگان گروه ها نبودم و نیستم. مثال این برای کارکنان امنیت داخل دارم. و دیگه من خصوصا ناراضی برای چی؟ وقتی ما صنف 5-6 بودیم، صنفای ما می اومدن دخترای سطر کدامی که سطر داشت اونها میبردن، میگفتن که لباسای شما برای مکتب اومدن نیست، سطراتون رو بگیریم. همون وقت اکی امروز مثال قانونیش کردن، یعنی امروز قانونیش کردن که توشتو مثال یک سال پیش خواهران ما نمیتونستن یک جدا سطر با سطر بروند. ریدها وزارت کارهای داخلی ریدها میکردن، اونها را میقبیدن، الله اعلم اونها را اشتراف میکردن یا که نامش نمینویسوندن که اینها سطرن. همین یک قانون گفتم برآمده که آدمانی که مثال دخترانی که سطر دارن جاهای دولتی در اومدن نمیتونن. همین راسته اپا جان؟ ممکن نیست که سطر کتی وقت سطر لباسی توجیکی ما نیست که اما مثال چیز فهمیدم مثال ما آخی مسلمانیم که اپا جان فرق نداره توجیک ازبک مثال مرا خداوند فرمان داده مثال برای همین گفتم چون که همه ما و شما برادر گوش کنه او سطر سین سال کتیه یک دیمش که رو موسید مایده باندن شرط نیست سطر بزنی سطر دیگه دولت اومدگی. اوکی اپا جان شما مسلمان هستین؟ برادر چه خیلی سوال کیه؟ نه که من اپا جان نمیدونم آخی راستی گواه بودم. دارین شما؟ بخشش اگه السلام علیکم. من از تاجیکستان. با قانون من این حجاب زده می باشم. حجاب فرمان الله. من حجابم را دوست می دارم. من مسلم از تاجیکستان هستم. قانونی من این حجاب را رد میکنم. من سطر حجابم را دوست می دارم برای آنکه حکم الله است. من مسلمان، من تاجیک. من جاتون مسلم شما هم جاتون باشد. خدای من الله کتابی من کل آن این کتابی پیشیدن دیدید من شوله دلم بیدید من قرآن دلم این کتابی پیشیدن تبکت بلای توتیکا بلای اشیا من باید جدر باشم شمایم جدر باشد بوایم جدر باشن باید جدر منن نکشد جدر منن نکیلد من مسلمان من باید جدر باشم این جدر شما نه این جدر من بود
اینجا جوانه اینجا دیمانانا فجر اینجا دیمانا نکلی مکن بهشت لبام بهشت این تپا اگر استدل باشن بهشت میلن اینجا الله قانونگذاران، ما از شما جواب رسمی عاید قانون نوی ضد حجاب را انتظاریم. شما حاضر هزاران نفر را میبینید. نشود که هزاران و میلیون ها رسد. ترس من تنها از الله است.